توجه مردم تو بعضی یک ریپوی غمزدگی هم میبروری برای چیست یا برای خبرگیری نمیری در جدای خودتون با کدام رپرها رقابت میکنید یعنی در جدای رپ لین سلم نمیشه گذاشتم بود خاطر لین برام باتل کردن بود من ویروس خاطر کم تر سیستم ده من ویروس است خیر ای همه رپری پیشندیده شما دوست داشته شما شون امسی خیلی دوست می‌داره رپاشه خوش خبر اکنون برای کم کردن ریختن موی سر و اینکه میخواهید موی سر برارید و اینکه میخواهید ریش خود را قوس کنید و اینکه شما سفیدچه‌های پوستی بدن دارید یا اینکه یگان بیماری دیگری پوستی بدن دارید یا اینکه میخواهید قد خود را بلند کنید و اینکه شما خراب هستید میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید و میخواهید خراب شوید پس این مشکل ها رای حل خود را یافتند با محصولات های سافت سودا برای خریداری کردن بر رقم های در اکران بوده میتوانید مراجعت کنید و از نام کانال 221 سو میتونید مراجعت کنید به شما تخفیف کرده می شود. سلام علیکم. علیکم سلام. برنامه پرسش شما اگه چه تماشا کردین؟ قریب هم شد. با خدا همه برنامه رو تماشا میکنم. مخلصی برنامه ما یک گپ نیست. خیر بدونیم قانون خواهیدش هم مقصد ما نقلم نکنیم میشود. سر میکنیم خب بگویید که نام و نسب شما چیست و کی در کجا سالی چند تولد شده اید؟ نام و نسبم باقیف دیار سال تولدم 31/03/1995 گپ نیست رحمت. سالی چند رپر شدیم و کی بست کردن میخواین به رپ؟ 2011 سر کردم حال بس کنی یه قدر فکر مونه سر بسید تو 2011 رپ سر کردگی؟ اولد سکولی و عادت ایخی بگیرم بلندتر گوزه برش تا با وزید بیاد دوای کدام نمودی خوراک رو دوست میدارید؟ خوراک همین در کدام خوراک گوشت مرغ باشه اگر من دوست میدارم گوشت مرغ دوست میدارید؟ خب کدام نمودی ورزش رو دوست میدارید؟ کچات تمام؟ با UFC کم تماشاش با فکر من؟ تماشاش کدام نمودی عید رو دوست میدارید؟ عید رمضان و قربان برای چی؟ برای که چه بگم هم عید خدمانه هم روز چاری سایده کرد برای شما خیر که رمضان دا قد چی نیسته کن بهترین فصل دوست داشته شما؟ تابستان برای چی تابستان؟ برای که مثال چه بگم روزی شدیه مثال روزا درازه هر افراد میکنیم خب دوستی بهترین شما کیست؟ دوستی بهترین ندارم عموما خب خوشبختی زندگی رو شما در کی و یا در چی میبینید؟ خوشبختی زندگی رو در بدن پدر مادرم تمام؟ شما میخواهید که در آینده فرزند شما نیست برای مشغول شود؟ نه برای چی؟ خیلی گفتی اپو چه بگم خیلی مثال چیزی آدم ایده هر آدم هر خیلی مثال یکم رد یکم بادی دیدگی یا که یکم پستی ها دیدگی کی؟ بادی نه پروستا همی اینه رای که مثال من رفته سم رای ببزه همی مثال خونگیمون اکه و چند بخونه مثال آتم وپشه روز نیست هم خود برم یعنی که میگه این چیز عبرو نداره نه اگر عمیق ترش گیریم و یا مثال اکه بفکریم که همه قمی فهمانده برای خیال میکنن که یکم چیزی نه همه بای پدر مادری که روزی نباشه و فکر میکنه که میره با عبرو نداره همین طریقه و شاید فکرش درست باشه نه اکه بخوای آدم که مثال کنکن فهم خیلی چرا برون میدونه که یه چیزی یکم سبب داره که همین آدم کنه میکنه هر کار سبب داره ممکن بیتم غم زده مثال عاشقی برای میره میخونی ما؟ نه یکی هم خیلی من میدونه که من وابشه غم داره خیلی کی میدونم ممکن دیل داد غم داری نه وابشه غمی آخه کجا مردم تو بعضی یک ریپوی غم زدگی هم میبروری ما خیلی شده ببردم چند سال شد یا 2 سال شد نیگر شدی ترم ها پول اندگانش هستی نه وقتا مثال چه بگم ما خیلی
من دیدم وقت یکم مثلا قصه رو گوش میکردم یا یکم کینو تماشا میکردم من فرودی که همون استورا بگیریم پروسا رپش میکردم حتی خیلی خب گپ نیست الان که سوالای چقچقاش سیریوز نیدا میگذاریم در بین گروهی FG Friends Group Production شما شاروخ و استیو بودین و هم کسی دیگه هم بود یا نه؟ نه های با استیو یکی نیست چی؟ شما چی گفتنین؟ چی شرط میتین؟ کجا شید استیو پیش روی کرد یکی نیست چی؟ استیو وای یاد کاری نیتو کرد کارش شد وای دمه بسه استیو بزه وای کم طرف رو گم بود برای همون وای خیلی شید اشتگاه ممکن جد سوله دار ممکن برو مثلا خبرگیریش میره نمیره؟ راست دیگه بولی نرفته نیاتی رفتن هم داره نونید؟ هم چند بچه ها گفتم مثل یادیست چه گفتم که بیاید ایسوس یکم چی کنیم جمع کنیم یکم چی گفته بریم این ای روز پگه در اصل همی ای طرفی فرندز گروپ یکم پیشروی نشیدش در سبب ده چه پیش وقت میخوندم مقصد رید میخوندن ایسو تو میخوندی شروع میخوند استیو میخوند شروع ریپو میبرومد برای چی نه ای طرفی تای نه ای طرفی شروع های طرف فرندز گروپ شروع رو دیگه خیلی اشیا دیگه رید دزاو نداره خونده و همون کار برد همین منتج سودکا و زبس اینم خیلی کار برده که چی ما رو هم مجبور میکردیم چند تا ریپ که مثلا پاسلین خوندگی همی دو سال اخیرده هم نامش مجبوری همه طرف ما مجبور کردیم که بیاریم ریپ خون مجبور پیش میکردیم بودیم با هم مجبور میخونده فهمید یعنی خیلی زبان داره دیگه ما همین نیداونا دیده بودیم در ستوریس های شما که شما قطعی امفاوی که فیت کردیم پیش نور ای طرفی کی بود؟ ای طرف ما و که همی فیت میبروه مثلا شما همی فیت کردگیتون ایک تا 10 چند تا بها تو دا میتونی؟ زوری هم ترک میگی؟ ایک تا 10 مقصد اگر بها باشه شما دامو زوری هم ترک تو چند تا بها داده میتونین و که میبروه هم ترک برومادگی راستیگه مو ترک نپرفتیم ولی اگم جدا ترک قد کلیپ شیم بروی نبودم ترک برومادگی هست ای خیلی بال بگی راستیگه ما خیلی چه بگم اگه 10 گفتن نمیتونم ممکن اگم 7 6 خیلی چی باش شما دا اوجا بیجه خوندگین یا که انفاویک؟ نه انفاویک اگه سوز خوندگی ما کم تا چه بگم روزادور که بده این فهمیدی؟ همین سبب اوضاع محکم بود کم تا چه بگم اوضاع تو برو مدلی نظری کنم خیلی اکی نمیدونم ولی دیگه کس گوش کنم با ممکن باو بزا من خیلی ریپی خیلی نظری خیلی خیلی هست اما سوال اویدی باتل برای چی قطعی نوی که مثلا مهارتی را که نشون دادی تو هیچ که خیلی انتظار نبود نه که بعداً در باتلی سال 2019 یک کاری کردی که ایش هم هیچ که خیلی انتظار نبود که تایاری که قطعی آمدی در نمو چی کرده بود؟ آخی چه بگم اکر در باتلی نوی ده من گفتم که مثال سلم نوی که گذاشتم بود قطعی لند برام در باتل کردن بود برام کنکرن تیور دبنده دلی قطعی ما که دیدم مثال بابشیم نیدار تنید کردی؟ آخی من او را مثال هم بعد پش همون چیز باتل برامدن من نمیدونستم که شاید اصولی هم باتل چه خیلی های مثال اونجا بیرسوز بود که من فکر میکردم اونجا با مینوس کردم مثلا درام بیرسوز کردم من فکر میکردم با مینوس های من اونجا نوم نیستم اگر میفهمیم مثال هر بیرسوز های من چی نمیکردم اما بیرسوز کردی کم طرح سیستم ده هم بیرسوز ده برای همون ما سببی نمینم کارایی که کردن سببش دای نمیای؟ سببی همی دیمگیش نمی ورس بودگیه بعد یکم بعد دیم ما وقتی دیدی کچ کردم مثال در یوتیوب زدم همون چه بکنم بفهمم هیچ نیفتم بود پروس از ترکوی توی مبارک رمزدگی بیفتیم دیگه چی؟ بهترین خب سوالی نوبتی اویدی باختم در باتلی همی که نوی کمسی کروچی مثال
ما ریس برای همه برای بفرمی سوسو باشیم همه ریس ترسیدگی یا نوی که امسیرا نه اگر خالی چقدرش بگیریم پول پرش بگیریم همین سبب داد چی بود تا پول نموزید یا مو طرفی ریستی نه اگر احمد باشه ما گپی نمی که داخلش گفتگیم ما ریس رسیدگی نیستیم کو ما اونجا گفتیم که تو میگی که ده همه باطل که ما ریستیم میفرویم ما ته گفتگیم مثلا گپی نمی که داخلش گفتگیم باشه همه ریس دادن ما ریس داد چیکار دارم ما نمی که مثلا ما کسی دقت می‌کنه ما میرسیم خب 2020 ماهای سپتامبر با فکرم باتل ریسوری 2020 در تیجی میشه و بگین اشتراک کدام میخوای نه اگر با مینوس باشه میکنم مینوس خاطی هست هم مینوس های هم ورسوس حتما و کیرا میخواست که یکم برآمده قطعی بینی رو پارو یکم برآمده اگم خیلی چی باشه در ستار باشه نه گله نه کی اقلا یکم جا بگذاریم پریمیر کیرا اگه من اونجا نمیدونم کی اوزیوخی فرض کردیم لین در رالی که نوی که می بیای 0 گرم ای کی با باتل رو فاوی که خطی همیان ده خطی وقت خدا هم خود قلب سوستر چه من بودم خدا بودم که ما گفتگیم که ما بچه‌کوی خود خیلی باتل نمیبرم خیلی جدا مثلا که بغلط ما نمیبرم داش بغلط ما نمیبرم بچه‌کوی خود پتی برو چی میگوخی نمیکنم واسه جمعه سیستم خورده ما دست نمیکنم واسه اگر باشه مقصد ما پریمیر تو وارد اگر باشه که ما نمی بغلط سوستر برای که ما مقصد ریوانش دارم قطعا ما اگر بکلا بگیرم مثال اگر بکلا نگیره ده همونجا بغلط زور میشه که ما خیلی باید بنا ریوانش هم میذاریم کسی برید نمیپرم میرا کلیشی بهترین یک چیز دیگه یک فیلم دیگه پیروود کردگیم تشنه تشنه خیلی باید دیگه کردگی بعد دیوای باور که مرا بیچاره در اینستاگرام میپرسن که همون فیلماتون کای میبره داش همونی که تو کردگی کو پیروود خیال کردن که من هم اونجا هستم همون فیلماتون کای میبره باردارو یادآور میشم که همون فیلمایی که شما تماشا کردگین رژیسورش بگیم پرودوسرش پیروود یا هم چیزاش همش زیرای وای نمو خودت میپرسیم که همون کای میبره با سر یکم تا دیگه چیزا با فکرم که ولی اون قول در چینه سنیه ده برای که چرا بگم اولاد تمای کرد چه اگه شب این سر بفهم همین خرگوشکایی که بودیم چند پرسمتر گرفته بود 400,000 زیاد بودن داشتی اگه هم قشنگ من دیده بودم 400,000 بود بچه‌کو اگر کسی که خیلی نکرده سر شاویدی چی گفتستیم و فیلم پیروود کردیم با نام خرگوشکو 400,000 زیاد پرسمتر داره و دیمش که خودت کردی بود چی بود وای چی بود قدم قماندان چند تا پرسمتر داره او 310,000 دیگه چند تا اینایش با 300 چند هزار برادر نامش قدم قماندان حالا مرا بخدا بیچاره میپرسن که همون کار میبره پیروود یا مووایتون فیلمتون برای میزش پلان دانسته ولی دیگه خاطی همون چیزو پرسمتر زور میگیره من گفتم که مثلا پرسمتر میگیره نه که مو اهمیت که معلوم چی گفتن میتونیم چی ده مثلا افتر تیم خبر یعنی فایده نداره اون چیز فایده نداره مثلا تو یا هفته اونایی که دارم میگردیم مثلا خواب نمیری سوزن خوب چی موندگی اگر دیسک میفروشی چی؟ دفعی دایی فروشی میشه و نکه همین چی اول چی نکردیم بلنگشه نگیریم چی ده مثلا همین چی میگیرم نمیگیرم دالیش که نکردیم چی بهترین گپ مثلا بگذاریم با قسمی سوالای نوبتی ما خواستم جا یک سوال دیگر را بتیم دیگه نمیتیم خیلی بهترین سوالات باشیم دوب نه سوالات دادن اگر دو نمیشه جوابش میتونید نه دوب نرمال نه میگم مثال شما ما با استیاپا رفت اومدی خوبم داشتیم مثلا خیلی که می‌دونی با عادتی من خواستم اوی جواب سوال بدم و فکر کردم در بین گابرانیت سوال ما خط زدم دیگه خیلی تیم چیکار ندارم چی بعد مثلا هم قدر و خبرگیریش نرفت خبرگیریش مرد گاب خیلی یکم مو یا بعد یکم کینه و چی نداریم نکرد اولی گفتم یا ایسوس ای چیزی برو یا
ای 6 ماهگی آه برای 6 ماهگی برای خیلی با خودی خودش گفتیم با بریم یک کانکین خارج بگیریم ده خورو بریم جوابش بگیرین نه اگر بتن جو بازو مثلا اگه 20 روزه 10 روزه جوابش میگین ما چیکار ما میرد همین چی کردیم نه که جوابش ندادن وقتی چامیده بود که اشما پاپرو باز کردم آه پاپرود کردیم یا تیم بود بعد امور رو میدیم چرس چپا امور رو یا سان زدیم میسوسکی چطور جوابش ندادن برای گفتیم که بعد فهمیدیم که چیز بودن پومیرش بودن همه گفتن اگه کم طرف خیلی چی شود بعد بریم جوابش بگیم خیلی بیاد گردنده کنده خیلی ندیوز این روزا میشود و بچه ها میبینن که چه شما ما بریم خبر میگیریم چطور مگذاریم با قسم سوالای نوبتی که در اینجا نوشته شده است نمی کوورش میدن چی میشه برا برای چیز چطور خبرگیری نمیریم لای کوورش هم خیلی میشه خیلی اکای دروفتان هم میدن روخی سوال نوبتی معنای زور چیست و این تخلص را با شما کی گذاشته است؟ تخلص خودم زور راست هم کلمه معقول بود همین تلفظش معقول بود با هم خیلی کمتر دهشت میکرد بعد سبب سیمش مثلا چه بگم آدم فکر میکنم مثلا آدم میگن این چه معنوش حیوان های یا که خیلی چی برای خیلی مونده ما با معنای حیوانش نمودگی نیستم این هم معنی مثلا بعد دیگه باید با معنای یا زمان دیگه چی میگن باش کلمه‌ای یا نام کلمه‌ای چی هست که رو دیگه باید من برومد خیلی مش بدن هم نشون میده زور اگر همه داشتیم مثلا میگن چی هست معلومه خود زور وقتی چی هست که مثلا موتور ماشین میگن زور ولی میگن موتوری حیوانه مش نمیگن تمام قبول خب زور در رپ خودش رو یکی از رپران رقم 1 گفته میتونه نه هم سوال با دیگه خیلی زور در رپ خودش رو یکی از رپرانی مشهورترین گفته میتونه یکی از اونها هم گفته نمیتونه مقصد یکی از مشهور و مقصد یکی از اونهایی که نام تا میدونن در رپ میشناسن تا دوج مشهوری ترا میدونن میشه یکی هم میدونی خیلی او قنه فکرم خیلی ای همه رپری پیسندیده شما دوست داشته شما لند رپری دوست داشته شما چه دوست میداره رپاشه خیلی اون پرسن دوره رپوش هم میشه اگر بسیارتر رپوشه لند برای چی نه لند برای کی من رویش خواندم مخلوق بسیار خوندناش لندن خب در جدای خودتون با کنار رپران رقابت میکنید یعنی در جدای رپ رقابت کنکورنسیا چقدر که مثال خماه کنکورنسیا مثلا کی قد کنکوری باید میکنید کیرا میگوی بگذارم کیرا میگوی باید پیچگوشا بگذارم پراسماتروشا بگذارم کاروچی خواهی قلم چینی هم بشم یا او را بگذارم خیلی دار راست دیگه خیلی مقصد نداره هیچ کاره؟ نه برای که اگر خیلی تیم نباشه اگر دادم کو با مقصد دیری بعد میرسی بابش میرسی اونه که دیرتر میرسی الان برای همه اوقی ما توضیح رد نرسیدم با این مقصد کارکرد نرسیدم برای که من 2011 مثال خونده استم میسید چی کردم توضیح برای مقصد برای همه باید یک مقصد بمونی الان چیزی همه داخلی که اگر مقصد نرسیدم توضیح میمونی ایس بسه نه نه کم اونجایی چی کردم چیزا کی بمونی ها؟ بهترین خب رپری رقم 1 در تاجیکستان با فکر شما کیست؟ شما امسی خب جا برنامه ما یک کم ترک شوخی داره ما شما را مثلا سوال میتیم شما یک چه انتخاب میکنین خانه یا ماشین؟ ماشین چرا خانه نه؟ خانه قیمته را گفت کرد خانه شده تو وقتی که ماشین قیمه چه انتخاب کردی؟ نه خانه داره ماشین داره خب خیلی خانه یا یختا؟ کرابلوی دیمونه هم کو؟ لطکا چاکوی دیمونه هم کو؟ خانه یک کرابلش بود دادره دایری چکوی کنم خب عبدالرزاق یا قدم قربان؟
عبدالرازی عبدالرازی یا شان امسی؟ شون امسی شان امسی یا ماریو؟ ماریو ماریو یا عبدالرازی؟ ماریو خیر استیوپا یا عبدالرازی؟ استیوپا استیوپا یا شان؟ شام رحمت کردم کم نیست. آخیرا سوال شما در سوال نیست فکری شما فهمیدن ایدن اویدی یکایی دوری خدا چی فکر دارید؟ چی گفتنی دارید؟ همه ما خیلی سوال میتونیم اگر تماشا کنیم اویدی یکایی دوری خدا خیلی چقدر بگم آدم دوریه یکم ما بعدش توضیح ندم و فکر میکنیم میبینم همون قیل که میشناسمش آدم هم میشه مردم مثلا این سوال خوبه رحمت کلام و فکرم بینی باید خطا میکنی خیلی ما هم میشناسمش گفتم کن پیشه آه نه کینوی رپر چما نشی؟ من نمیدونم مقیم رو بعد خدا پرسان نکن خدا میدونم باید میدونم و کلاش گرفته بگو تعامل گرفته ما اومدیم و کلا گفتم و بشیم برات برای کینوی رپر باید یک مقدار سوم جدا میشید که امورا در رژیسوری همی کینو میدادن و شما میره باید سیم کمی کنید حتی همون اکتیورایی که قطعی باید بازی کنن ما هم امورا ادرسشون نمبرشون هم هیچشون نگرفتگیم لیکن همون جدا نشید تو چیده باشه ممکنه برای دیگه چی راست چیده باشه ممکن خیلی چیکاری لیکن همون چیز پلان داشت نقشه ده هسته که همون چیزا بکنیم کاروچی انا اوز بونی داون یک مجلس گذروندیم مجلس ابو گفتن که کینوی ناموس ما ایم کو وایش گلانی رولش کینوی ناموس و کینوی رپر بعدی رمضان سرش میکنیم بونی خیلی مصلحت چی خیلی نداشت بعدی رمضان سرش میکنیم برات ما اتپرسیدم خودم جواب دادم و اخیران گپ همی که با تمامی تماشابینانی که همی برنامه را تماشا میکنن چی گفتنی مقصد یگان گپی موتیواسیون یگان سخن چی پیشنهاد چی پیشروی انتظار شوانه تو ایما ایت چی پیشروی انتظار شوان و بعدا چی گفتنی شونا کاروچی نشد برنامه خیلی برنامه زور مثلا اگر چیزای آدم مثلا بخار میشه که کسایی کرانتینه هم آمده خونش تگه تماشا کردم این در این وقت خیلی ویدیو بسیار چنده خیلی نظر آدم با مازه میتواب برای که خیلی بکرش تگی و خیلی میشین تماشا کردن سوسی اگرم ویدیو اگرم اگر کس مثلا کسی میشناسی زورای انا شاید خودم مثال وجه کم کمول پیش رو سر کردیم بونه ترک نداونه یا هفته پیش خوندیم قصفای او را کلیپش نصیب باشه سیمکا میکنیم یکم یاد روزه ده بعد کلیپش میبروی هم کانال این فاویده میداره تماشا میکنه خیلی بعد ادسینین میکنه با چی؟ با هم بچه کورا چی گفتن مقصد بازی همه ما میدونیم که یک بیماری به تاب رفته است چی گفتن ایشون خیلی احتیاط شوان مثلا هم چیزی که وزارت تندرستی هم پیشنهاد میکنه هم مثلا رعایت کنن احتیاط چیز خوبه یعنی باید احتیاط کنم اما مثلا خدمات نگاه میکنن نه که با احتیاط چیز خوبه خب بهترین حضور رحمت ور میندور مایت و چی داریم چی در زندگی ما موفقیت میخوایم بگذار همیشه در زینه‌های بلند باشی و چی آرزویی که در دل داشته باشی چی داریم چی در زندگی بگذار جامعه عمل باشد و تشکر زیاد که امروز در برنامه ما اشتراک کردی و رد نکردی. گپ نیست. حضور رحمت